انیان بچه ها، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. امروز میخوایم با همدیگه راجع به تاریخچه خط کره‌ای یا همون هانگول با همدیگه صحبت کنیم و ببینیم چطور شد که این خط ساخته شد. توی قرن 15 میلادی خط کره‌ای توسط سجونگ توانگ یا همون پادشاه سجونگ ساخته میشه. قبل از اون مردم کره مجبور بودن که از نوشتارهای چینی استفاده کنن و چون که اون خیلی سخت بوده اکثریت مردم نمیتونستن بخونن یا بنویسن و پادشاه سجونگ هم که میخواسته همه مردم، حتی مردم عادی، بتونن به راحتی یاد بگیرن و بنویسن و بخونن، برای همین الفبایی رو طراحی میکنه که خیلی ساده و منطقی باشه و همه بتونن یادش بگیرن. حتی توی یه متن قدیمی راجبش نوشته شده که باهوشا توی یه روز یادش میگیرن، بقیه هم توی 10 روز. پادشاه سجونگ و دانشمندانش برای طراحی خط کره‌ای از شکل زبان و دهان موقع تلفظ صداها الهام گرفتن. مثل چیزی که توی تصویر دارید میبینید، با آگاهی از آناتومی دهان، وقتی که هر حرف رو تلفظ میکردن، اون شکلی که داخل دهان به خودش میگرفته، بر اساس اون اومدن الفبا رو طراحی کردن. طراحی خط کره‌ای توسط پادشاه سجونگ به دلایل زیادی کار خیلی ارزشمندی به حساب میاد و باعث شد که با بیسوادی مبارزه بشه و همه افراد اجتماع در یک سطح بتونن کنار همدیگه زبان یاد بگیرن و بتونن بخونن و با هم برابر باشن. و حتی طراحی علمی و خلاقانه هانگول باعث شده که امروزه توی یونسکو به عنوان میراث جهانی کره ثبت بشه. به همین دلایل پادشاه سجونگ رو بزرگترین پادشاه کره میدونن و برای مردم این شخصیت خیلی محترم و ارزشمنده و مجسمه ایشون هم توی شهر سئول قرار داره. بچه‌ها خیلی ممنونم که تا آخر ویدیو با من همراه بودین. خیلی ممنون میشم که با لایک و سابسکرایب از من حمایت کنین. انیان.